خوش آمدید. بچه‌ها خیلی وقت ویدیوهایی که تو بازی باشن نذاشتیم. امروز اومدیم با بازی گرانی. بچه گرانی هم قراره بریم جایدن. گرانی 1 داریم، 2 داریم، 3 داریم و خلاصه خیلی گرانی داریم. این گرانی ها بعدش بچه‌ها من گرانی رو حالت هارد میذارم، ایزی میذارم. خلاصه این قسمت اول گرانیمه. خیلی امیدوارم خوشتون بیاد. صداشم یکم کم میکنم که صدای خودم واضح بیاد براتون. میخواید یکم آموزش بدم؟ اگه دوست داشتید دفعه بعدی واسه یکم آموزشی هم میذارم. براش میگم الان میریم وارد گرانی. بازی ترسناک، واقعا بازی ترسناک که نیست، اما واسه من مسخره است تا این حد. بچه‌ها یه کار یادتون میدم، گرانی وایسونید سر جاش. هر کاری خواستید میتونید بکنید با گرانیتون، فقط چند دقیقه صبر کنید. من ویدیو رو چند دقیقه قطع میکنم. بچه‌ها فکر کنم حالت هارده، خیلی ترسیدم. نمیدونم وایسید اول میبینم سرعت گرانی چقدره. بچه‌ها اگه از اول حالت هارد دوست دارید، مثلا فکر کنم الان هارده، وایسید من برم سرش قصود خواهم شم. میگه حالت هارد باشه بدبخت. اینو ببینید بدبختی. الله اکبر. نه هارده. سینا میتونم وایسید. ای زدمون بیشور. نمیخوام فوش بدم اما خیلی بیشوری گرانی. چرا ما رو زدی؟ یعنی چه؟ بچه بخشی دور اولمون رفت. بچه من اینو وای میسونم. ببین کی گفتم من اینو وای میسونمش. ببینید بچه داره وای سوندنش. من یه صدایی کنید همین نزدیکی ها. مثلا اینجا من اینجا یه صدا میکنم. اگه اینو داشتی بکنید رسید بعد برید عقب کنار تخب. بعدش جلوش به پایین اومدم تق یهو برید بالا کن. دیگه دکون نمیخوره از سر جاش. میبینی به همین آسونی گرانی بایستاد سر جاش. اگه نمیبینین دور تکون نمیخوره. نترسه مثلا بگید وای علی الان میخوای نه در رو میبندم. هر وقت باز شد این در رو میبندیم اخلاق شدیم. خب بریم ببینیم چی داره گرانی. الان دیگه تو آخر دور کارش تموم. خیلی آسونه. همین جوری میتونه گرانیتونه این کار کنه. مثلا دیگه همجورش خیلی آسونه. گران تا 5 دور امرو بازی داریم. اگه خواستید 2 دور باشه مثلا یا 5 دور بریم 5 دور برشم بریم. اونجوری هم آسون میکنم. علی امنی هست در خدمتتون. بچه ها مگه نمیدونم اگر از بلدی چنین قابل میره تو کامنت بنویسید. خب اینجا که فعلا چیزی بنویزی نیست. این بالا ببینیم چه صدا در میکنم. وای اینو یادم رفت. بد شد یهو زدم. اگه چه بد شد و داشتیم میرفتیم. بچه ها بدبخت شده. میگم چه شده؟ بچه ها هر دور الان برین گرانی هست. دوباره میریم همون کارش میکنیم. فکر کنم بشه. الان تست رو میکنیم. فکر کنم بشه. مثل گرانی بیاد. ماشاءالله تونم اصلا قارون میاد و نمیاد. دوباره صدا میکنه ببینیم چه نمیاد این گرانی. چه نمیاد؟ نه بچه زدمون. مثل این که بالای 2 نمیشه. دوره چندمونه؟
4م؟ مگه من دور 3 نبودم؟ شوخی نکن با من. بچه ویدیو تدی هم گذاشتم اگه میخواید برید ببینید. یکی اومده به نام تدی. انشالله این عکسمون هم تو بازی ها درست میشه. اینکه همین این گوشه بود و تو بازی ها غیب میشه این هم درست میکنی، نترسید. ببخشید من خیلی زود دارم میمیرم، اما خب بعد من این کارش کنم میشه. اومده برزید درست منم مشکل نه. فکر کنم اگه پیشش باسی میکشه این لک شدم چقدر یکه رسید درتون رو باز کنید. هیچی نیست، آقای نوشته با سوسه بخش خون سوس نیست، خود نکنید سوس خون شوخ گردم دسته دلانی مامان زونی خدا ده چی شد؟ این هم چی به درد بخورم یعنی چون معمولا من هندونه معمولا باید اینجا باشه. بعدش میگم هندونه معمولا باید همچین جایی باشه، همین نبود داره اسم نبود. بچه بخشید یه دقیقه کات کردم. این هم هیچی توش نیست که فکر کنم این بالایی هم باشه. بسید بگردیم گرانی هم میگه خوراکی سرش هیچی نداره تو حالت ها. شوخ نکن با من این حالت ها رو فکر کنم هم نایتمر یادم نیست. ایوان این دورم بچه رو تپس کنید و 2 چیز خوبی باشه. من اون رو یه جون میفستم ببینیم اینجا چه چیزی بود. اگه هندونه شاید در بیاد، شاید همون چیزه در بیاد چپکش. بچه ها هر که دوست داره پارت گرمی سرم بذاریم این لایک کنه. نه یعنی هر کی دوست داره تو کامنت بنویسه. نه مثلا تو کامنت بنویسه میخوام حرف بزنم بازی چه نمیکنم. چکش خیلی چیز خوبیه. بچه خیلی گرمی پارت خارد سخته. خدایی به لطف لایک کنید، به لطف این سختی هم لایک کنید. سخته خب برای گرمی وایرسونی و این وایرسونی نبینی چی کام کردم الان مثل نرزم دادم اینجا خیلی گرمی. اوه لگیدم بچه خدایی برای دور اول خیلی خوب رفتیم. آقا چقدر لک شده بچه ببخشید واقعا چقدر اینم چقدر بیشون لک شد. چرا داری میری به سمت این؟ وای من خیلی بیست بخشید داری میرم این لگان هم ندارم جینم کرد.